امروز قراره دوباره یه سری از ایسترگا باگا و اتفاقای عجیب غریب جی تی با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم این لعنتی‌ها کجا این مپ قرار دارن. برو بریم سراغش. لیتس گو. خب رفقایان خیلی خوش اومدید به این ویدیو. و همینطور که میدونید تو جی تی وی جای مختلفی از سی جی استرک وجود داره. اولین جایی که میتونیم ببینیم داخل خونه لسته. یکی از این کتابا اگر زوم کنیم دقیقاً میتونیم قیافه سی جی رو ببینیم که کامل یه حالت گنگستری داره. جای دوم که خیلی بهش اشاره میکنن داخل دستشویی خونه مایکل یه دونه خمیر دندونه که با سی جی شروع میشه. شاید زیاد نتونیم به این اتکا کنیم، ولی جای سوم ردخور نداره. سمت ساحل لوس سانتوس اگر داخل این مغازه بشیم یه دیوار یه تابلویه که دقیقاً عکس سی جی رو میتونیم داخلش ببینیم. و اگر داخل بازی تو این لوکیشن بیاید، البته جای دیگه من همچین دستشویی رو دیدم، این لعنتی که میبینید یه جورایی انگار داخلش خالیه. وقتی میزنید میترکونیدش با همچین صحنه مواجه میشید. اینجا میفته، ولی این همچین ببخشینو که میتونید برید داخلش قایم بشید، بیرون رو بزنید و یه بای گنده ایه. آقا سمت جنوب لوس سانتوس دم این مکانیکه که میومدیم خلاف انجام بدیم یه سری اسپری رو زمینه. پاتریشیا چرا به؟ من ویدیو میگیرم مرتی که خر اینه هر سری ما میام ویدیو بگیریم. یه سری اسپری رو زمینه که اگه بهشون شلیک کنی رنگش همه جا پخش میشه. چه هوله بازم هست این اسم. اوه این چقدر چیز کره بود. ای من همچین چیزی تو حالا لحیده بودم و اینکه تمومم نمیشه انگار هر سری بزنی. اون مورد بعدی که سال هاست راکستار درستش نکرده، اگر بیایید دم صد از این نردبون برید بالا و از دیوار بغلیش برید داخل، دوباره از اون باگایی تشکیل میشه که اگر برید داخلش همه رو میتونید ببینید و هیچکس شما رو اونجا نمیبینه. و جالبیش اینجاست که از اینجا میتونید هر چقدر که بخواید شلیک کنید و همه رو اینجا ایستگاهشون رو بگیرید. اون مورد بعدی که خیلی واسه خودم باحال بود، اگه دم شهر بازی بیاید اینجا یه مقدار آب جمع شده و اگر با آرپیجی داخل این آب شلیک کنید یه اتفاق جالب رو میبینید. ببخشینو کلن بچه آرپیجی باگ میشه. یه سریاش همون لحظه میترکه، یه سریاش حتی تا 10-15 ثانیه هم نمیترکه. تو این مسیر کامل میره بعد یه جای دیگه کلن اونجا منفجر میشه. خیلی چیز کره ایه.